کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 18 ایول سال 2023 نجات بخشان از دسته نجات ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه از کانال دریواسیونی نیروگاه ورزاب ماشین سبکرو تمغه خونده به آب سر و زیر شده را بیرون کشیدند. روز 18 ایول سال 2023 به قسم نوبداری کمیته خبر رسید که ماشین تمغه خونده که از جانب یک ساکن 24 ساله شهر دوشنبه اداره میشد هنگام حرکت از طرف شهر دوشنبه به سمت نوی ورزاب به آب این کانال سر و زیر شده است. نجات دهندگان به جای حادثه رسیده اول با یاری بندهای مخصوص ماشین را بستند و بعدا با کمک تجهیزات دیگر به ساحل کانال برآوردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت در این تصادف خوشبختانه کسی جراحت نبرداشته است و راننده و 3 مسافرش توانستند هنوز تا رسیدن امدادگران خودشان مستقلانه از ماشین بیرون شوند و جان خود را نجات دهند. حالا سبب این حادثه را مقامات حفظ حقوق تحقیق می‌کنند.